این یکی در مورد سبک ارتباطیه، چون چه بخوایم چه نخوایم همه ما گاهی سمی هستیم، گاهی حتی خودمونم متوجه این موضوع نمیشیم. این آزمون برای هر کسی که از خودش میپرسه چرا به نظر میرسه که مردم از من دوری میکنن؟ چرا مکالمات من همیشه خسته کننده به نظر میرسه؟ یا شاید کسی رو میشناسید، یک پدر یا یک مادر یا حتی یک دوست که طرز صحبت کردنش آزاردهنده است اما هرگز به اون اعتراف نمیکنه. این رو یک آینه مهربان در نظر بگیرید. این آزمون برای سرزنش یا شرمسار کردن شما نیستش. این آزمون برای کشف عادات پنهانیه که بی سر و صدا مردم رو از شما دور میکنه. مثل همیشه صادقانه با اون برخورد کنید. هیچ کس جز خودتون شما رو تماشا نمیکنه، چون در نهایت شما این کار رو برای خودتون و افرادی که براتون مهم هستن انجام میدید. شما دوستای بهتری میخواید، زندگی عاشقانه، نرمتر، مکالماتی که به جای ناخوشایند بودن احساس امنیت کنید. در این آزمون شرکت کنید، شاید در مقیاس سمی امتیازی پایینی کسب کنید یا شاید چند نقطه کور پیدا کنید. در صورت نکاتی برای حرکت به سمت ارتباطات سالمتر و رضایت بخشتر دریافت میکنید و لطفاً توجه داشته باشید. این آزمون تشخیص نیست، از مفاهیم روانشناسی محکمی بهره برداری میکنه، اما به یاد داشته باشید که هنجارهای خانوادگی، فرهنگ و حالا تربیتی که ما داریم قطعاً روی این سبک ما تاثیر میذاره. بنابراین اگر چیزی کمی برای شما ناخوشاینده اشکالی نداره. اون چی که کمک میکنه بردار و بقیه رو رها کن. یه دستور عملی داره این تست ما. دستور عملی که هست این که پاسخهای خود رو حتما یادداشت کن. پاسخهای ما گزینه‌هایی که داریم الف، ب، جیم، دال و ه هستش. در پایان باید ببینی کدوم حروف رو بیشتر انتخاب کردی. فعلا این سبک اصلی شما میشه. بسیار خوب، بریم. سوال اول، وقتی کسی با شما درد و دل میکنه. الف، مستقیما به سراغ توصیه ها و راه حل میریم. ب، داستان‌های مشابه خودم رو برای گفتن به اشتراک میذارم. جیم، میگم مسئله مهمی نیست، زیاد به اون فکر نکن. دال، من با صبر و حوصله گوش میدم، اون چه که احساس میکنم منعکس میکنم. ه، بستگی داره، گاهی اوقات من ترکیبی از این کارها رو انجام میدم. سوال دوم، وقتی که شما به خاطر چیزی سرزنش میشید. الف، میگم آروم باش، شوخی میکردم. ب، سریع از خودم دفاع میکنم، نظر خودم رو توضیح میدم. جیم، عذرخواهی میکنم تا صحبت رو تموم کنم اما بعداً از اونها دوری میکنم. دال، مکث میکنم، احساساتش رو تصدیق میکنم و سپس با آرامش بحث میکنم. یا ه، گاهی اوقات حالت تدافعی میگیرم و از اونها دوری میکنم. سوال سوم، وقتی از کسی ناراحت هستید. الف، کاملا از اون دوری میکنم، اختلاف و درگیری من رو تحت فشار قرار میده. ب، به اون اشاره میکنم یا نظرات پرخاشگرانه منفعلانه میدم. جیم، اون رو در خودم نگه میدارم تا روزی منفجر شوم. دال، اون رو مستقیما اما با مهربانی بیان میکنم. یا ه، بین فرو خوردن اون و غر زدن در نوسانم. سوال چهارم، وقتی دوسته از شما درخواست لطفی غیر منطقی میکنه. الف، فوراً بله میگم و سپس مخفیانه احساس رنجش میکنم. ب، نه میگم اما به شیوه خشن یا طعنه‌آمیز که آزاردهنده باشه. جیم، از پاسخ دادن اجتناب میکنم و امیدوارم اون رو فراموش کنه. دال، من یک مرز مشخص اما مهربانه تعیین میکنم و توضیح میدم که چرا نمیتونم این کار رو انجام بدم. یا ه، گاهی اوقات بله میگم و پشیمون میشم، گاهی اوقاتم عصبانی میشم و با بی‌ادبی نمیگم. سوال پنجم، وقتی کسی گریه میکنه یا احساساتی میشه. الف، بیا خیلی جدی نیست. ب، موضوع رو عوض میکنم. جیم، با عصبانیت میخندم یا میگم داری بیش از حد واکنش نشون میدی. دال، اون رو تایید میکنم و میپرسم چطوری میتونم کمکت کنم. یا ه، بستگی داره، گاهی اوقات اونها رو دلداری میدم، گاهی اوقات اونها رو نادیده میگیرم. سوال ششم، وقتی دوستی خبر خوبی میده. الف، من اون رو با موفقیت خودم خوشحال میکنم. ب، فقط میگم باحاله و میرم. جیم، چیزی حمایتی میگم اما تلفنم رو چک میکنم. دال،
من سوال میپرسم و اون رو هیجان زده میکنم. یا ه، گاهی اوقات جشن میگیرم، گاهی اوقات حواسم پرت میشه. سوال 7. وقتی دوستی میگه خیلی استرس دارم. الف، فکر میکنی این بده؟ به حرفای من در هفته گوش کن. ب، بله میفهمم، منم همینطور بودم. ج، بیش از حد فکر کردن رو بس کن، حالت خوب میشه. دال، سخت به نظر میرسه، میخوای در موردش صحبت کنیم؟ یا ه، بستگی داره چه کسی باشه، گاهی اوقات من یک نفر رو انتخاب میکنم، گاهی اوقات گوش میدم. سوال 8. در طول مکالمات. الف، در حالی که با گوشیم برمیرم نصف و نیمه گوش میدم. ب، سرم رو تکون میدم اما حواسم پرت میشه. ج، زیاد حرف طرف مقابل رو قطع میکنم. دال، تمرکزم رو حفظ میکنم، سوالات بعدی رو میپرسم. یا ه، هر سه رو بسته به حالم انجام میدم، تقریبا تموم شده. سوال 9. وقتی کسی سعی میکنه در مورد چیزی عمیق صحبت کنه. الف، شوخی میکنم تا حالش بهتر بشه. ب، سرم رو تکون میدم اما سریع موضوع رو عوض میکنم. ج، به جای اینکه کاملا گوش بدم داستان خودم رو تعریف میکنم. دال، اجازه میدم صحبت کنه، یه سوالات ملایمی میپرسم تا بفهمم. یا ه، گاهی اوقات حمایتگر هستم، گاهی اوقات تفره میرم یا حرف طرف مقابل رو قطع میکنم. و در نهایت سوال 10. صداقت عاطفی. الف، احساس ضعف میکنم، ترجیح میدم خشن به نظر برسم. ب، ریسک پذیر، فقط با چند نفر امن درد و دل میکنم. ج، مؤدب هستم، از مسائل عمیق تفره میرم. دال، ضروری ارتباط واقعی ایجاد میکنم. یا ه، گاهی اوقات رک هستم، گاهی اوقات ساکت میشم. بسیار خوب، در اینجا نتایج و سبک شما آماده است. بریم نتیجه این آزمون رو ببینیم. اگر بیشتر نمرات الف رو گرفتید، شما یک ارتباط دهنده دفاعی هستید. احتمالاً عمیقاً به مردم اهمیت میدید، اما وقتی تنش ظاهر میشه، به طور غریزی یا با توضیح، اصلاح یا بی اهمیت جلوه دادن مسائل، با یک شوخی از خودت محافظت میکنی. مؤسسه گاتمن دریافته که حالت تدافعی پیش‌بینی کننده اصلی تنش در رابطه است، اما در زیر اون معمولاً ترس و احساس اشتباه یا طرد شدن وجود داره. این به این معنی نیست که شما بی‌رحم، یعنی داری از قلبت محافظت میکنی، تنها به روشی که بلدی. دفعه بعد این رو امتحان کن. دفعه بعد مکس کن و بپرس آیا اونها نصیحت میخوان یا فقط میخوان احساس کنن که درک شدن. یک لحظه گوش دادن به جای تعمیر کردن میتونه دیوارهایی رو که از وجودشون بیخبری ذوب بکنه. اگر بیشتر ب رو انتخاب کردید، شما فردی هستی که ارتباط برقرار کردن رو اجتناب میکنی. شما انقدر خواهان هماهنگی هستی که ترجیح میدی نیازهای خودت رو نادیده بگیری تا اینکه ریسک به هم خوردن اوضاع رو بپذیری. بسیاری از مردم این رو در کودکی در خانواده‌هایی می‌آموزن که احساساتشون پنهان شده. این کار اوضاع رو آروم نگه می‌داره، اما همچنین میتونه باعث بشه که افراد احساس کنن شما از اونها دور هستید یا به سختی میتونید منظورشون رو بفهمید. آرزوی شما برای صلح زیباه، فقط باید با بیان صادقانه اون رو متعادل کنی. دفعه بعد این رو امتحان کنید. یه حقیقت کوچک رو که پنهون میکنید رو انتخاب کنید. اون رو به آرومی با کسی که در امان هستی باهاش در میون بذار. اگر کاملا صادق باشم، از چیزی میترسم، بذار این پاسخ رو به سمت ارتباطات شجاعانه تر و سالم تر هدایت کنید. اگر بیشتر جین رو انتخاب کرده باشید، شما فردی هستید که ارتباط برقرار کردن رو نادیده میگیرید. ذهن سریع و حس شوخ طبعی شما نقاط قوت شما هستن، اما وقتی احساسات بروز میکنه ممکن اون رو کم اهمیت جلوه بده یا به منطق و شوخی روی بیاری. تحقیقاتی مثل آزمایش چهره بی حرکت تورونیک نشون میده که انسان برای احساس امنیت به حضور عاطفی نیاز داره، نه فقط کلمات و راه حل. شما بی تفاوت نیستی، فقط در خارج از احساسات آشفته راحت تری. دفعه بعد این رو امتحان کن.
فقط 60 ثانیه بیشتر از حالت عادی که داری با احساسات انسانا بنشین. از اون بپرس الان این چه احساسی به شما میده؟ حضور در لحظه میتونه پیوندهای عمیق‌تری از یک شوخی سریع ایجاد بکنه. اگر بیشتر نمرات شما دال هستش، شما از نظر عاطفی در برقراری ارتباط ایمن هستی. شما گوش میدی، تأمل میکنی، باعث میشی افراد احساس کنن اینجا واقعی بودن امن هستش. تحقیقات تایید میکنه که امنیت عاطفی چسبیه که اعتماد و صمیمیت رو به هم پیوند میده. شاید حتی متوجه نشید که این موضوع در دنیایی که پر از حواس پرتی امروز هستش چقدر نادره. این به این معنی نیست که شما بی‌نقص هستید. این به این معنی که شما به اندازه کافی اهمیت میدید که کاملا حاضر شدید این رو امتحان بکنید. با محافظت از انرژی خودتون از این موهبت هم نیز محافظت میکنید. بپرسید چگونه میتونم برای دیگران برای خودم فضا نگه دارم. و در آخر اگر بیشتر اوقات احساس راحتی میکنی، شما فردی هستی که ارتباط برقرار کردن ترکیبی از همه چیز رو داری. گاهی اوقات گرم و حاضر، گاهی اوقات اجتنابی و رک هستی. این خودآگاهی واقعی رو نشون میده. اکثر مردم اینجا زندگی میکنن. همه ما تحت استرس و دچار لغزش میشیم. این به این معنی نیست که شما شانس شگفت انگیزی رو برای سازگاری بیشتر دارید. این رو امتحان کنید. توجه کنید که کدوم موقعیت‌ها هستن که شما رو بیشتر به الگوهای قدیمیتون میکشونن. چه زمانی بهترین ارتباط خودت رو برقرار میکنی؟ چه چیزی به من کمک میکنه که در اونها بمونم؟ بیشتر به اون شرایط تکیه کنید تا احساس سبکی بیشتری کنید. اطرافیانتون رو هم همینطور میدید. این چیزیه که باید از اون تجلیل بکنی. هیچ کدوم از ما همیشه درست نمیگیم. ما حرف همدیگر رو قطع میکنیم، ساکت میشیم، همدیگر رو اشتباه میخونیم. اما هر لحظه از خودآگاهی فرصتیه برای ترمیم و ارتباط مجدد. کدوم سبکو در خودتون کشف کردید؟ اگر احساس راحتی میکنی اون رو در نظرات بنویس. ما دوست داریم نظرات شما رو بشنویم و با ما بگید که دفعه بعد میخواید چه چیزی رو مقایسه بکنیم. مهربان بمونید، کنجکاو بمونید، با چکیده چی به رشد خودت ادامه بده.